صنایع هوایی آمریکا از اولش هم جنگنده های خوبی رو میساخت. اونها در زمان جنگ سرد هدفشون این بود که همیشه یه قدم جلوتر از شوروی باشن و کنترل آسمان دنیا رو در اختیار داشته باشن. اونها جنگنده های زیادی رو ساختن، اما در بین اونها یکیشون آس در اومده و اون F-22 رپتوره. این هواپیما خیلی قدیمی تر از F-35 که همه فکر میکنن پیشرفته ترین جنگنده F-35، اما اینطور نیست. F-22 هواپیماییه که دولت آمریکا به هیچ کشوری نمیفروشه، حتی به نزدیکترین متحدانش هم نداده. در سال 1985 پنتاگون یک درخواست محرمانه رو رد میکنه که ما جنگنده‌ای رو میخوایم که رادار نتونه بگیرتش. داشتن جنگنده‌ای که رادار گریز بود، اما اینها رادار گریزی میخواستن که دم به تله نده. در سال 1986 پنتاگون 2 تا پیمانکار انتخاب کرد، یکی لاکهید مارتین، یکی هم نورتراپ. سفارش هم این بود که جنگنده‌ای بسازین تا جایگزین F-15 بشه و خیلی سرتر از اون باشه. این 2 تا شرکت مشغول به کار شدن. 4 سال بعد لاکهید مارتین YF-22 رو رونمایی کرد. از اون طرف هم نورتراپ یک جنگنده ساخت و اسم YF-23 رو روش گذاشت. پنتاگون گفت بعد از اینکه آزمایشامون رو کردیم، از بین این 2 تا یه دونه رو انتخاب میکنیم که YF-22 در این مبارزه موفق میشه YF-23 رو شکست بده. و دلیلش هم این بود که هم رادار گریزتر بوده و هم سریعتر. از روزی که پنتاگون درخواستشو داد تا روزی که اولین هواپیمای سفارشی شد تحویل گرفت 12 سال طول کشید و اولین YF-22 که تحویل ارتش شد در سال 1997 بود. این هواپیما به شدت سریعه، برای همینم سرعتش وقتی میره بالا بدنش داغ میشه. برای اینکه این مشکل رو حل کنن 39% بدنه این هواپیما از تیتانیومه، 24% از کمپوزیت های مختلفه مثل فیبر کربن، 15% بقیه هم از آلومینیوم آلیاژیه. لاکهید مارتین یکی از کارهای دیگه‌ای که روی این هواپیما کرده اینه که یک اپوکسی رو بدنه این کشیده که اعلام نشده از چیه، ولی میگن اگر اون اپوکسی نباشه بدنه هواپیما با وجود اون موادی که توش به کار رفته بازم داغ میکنه و خواهد سوخت. حالا چه موتورهایی روی این گذاشته لاکهید مارتین؟ موتورها رو پرت اند ویتنی ساخته. 2 تا موتور F-119 PW100 رو F-22 نصبه. پرت اند ویتنی میگه که این 2 تا موتور 70,000 پوند رانش داره، در صورتی که موتور F-35 43,000 پوند رانش داره. خیلی ها، یعنی نزدیک 2 برابر کارایی داره. حد اکثر سرعت این هیولا 2414 کیلومتر در ساعته و میتونه تا 65,000 پا اوج بگیره. همین 2 تا مزیتی که این جنگنده داره باعث میشه که در هوا مطمئن باشه، یعنی سرعتی داره که هیچ جنگنده‌ای تو دنیا بهش نمیرسه و خیلی راحت میتونه از مهلکه فرار کنه و همینطور بیشتر از همه جنگنده های دنیا اوج بگیره. F-22 رپتر چیزهای منحصر به فرد زیاد داره، مثلا یکیش این که بالهای هواپیما و بالاهایی که جلوی اگزوز کار میکنه چنان به سرعت عمل میکنه و نمیسوزه که هواپیما رو مثل فرمول 1 میپیچونه و کارهای دیگه ای که هیچ جنگنده دیگه نمیتونه بکنه F-22 رپتر میتونه.
با اینکه موتورهای این هواپیما به شدت پرقدرت و پرمصرفه، اما با یه باک 2900 کیلومتر حرکت میکنه که اینم خیلی جالبه. میتونه به راههای دور بره بدون اینکه سوختگیری کنه. مثلا بین لندن تا مسکو رو میتونه یک کله بره. رادارهای F-22 طوری رو نصب شدن که کاملا کنترل اطرافشون رو دارن، به طوری که تا 400 کیلومتری شعاع خودشو به راحتی زیر نظر داره. این هواپیما با وجود اینکه خیلی پیشرفته است، ولی بایستی این خلبان کاملا آمادگی بدنی داشته باشه، چون مانورهایی که این هواپیما میده و تغییر جهت‌هایی که به ناگهانی میکنه با همه جنگنده‌های دیگه فرق داره. و خلبانی که به شدت آمادگی بدنی نداشته باشه تو این هواپیما غش میکنه. سیستم ایجکشن سیت و یا همون صندلی پرتاب رو همه جنگنده ها هست. رو F-22 هم هست. اما صندلی پرتاب این هواپیما زیرش راکت داره. صندلی وقتی از هواپیما خارج میشه، راکت زیرش فعال میشه و خلبان رو پرت میکنه بالا و چترش رو باز میکنه. اگر راکت نباشه و سرعت هم بالا باشه، ممکنه اصلا بخوره به بال هواپیما. از لحاظ حمل سلاح، این جنگنده 3 تا موشک حمل میکنه و یک تیربار 20 میلیمتری M61A2 ولکان روش نصبه. یک مسلسلی که داغ نمیکنه و 6000 تا تیر در دقیقه میزنه. در 3 تا جایگاه موشکی که رو هواپیما هست، 6 تا موشک AIM 120 AMRAAM توشه و 2 تا AIM 9 سایندوایندر. AIM 120 موشک هوا به زمینه و AIM 9 موشک هوا به هوا. میشه به جای موشک ها در این هواپیما بمب های مختلف جاسازی کرد. مثلا 2 تا بمب بزرگ 1000 پوند جیدن یا 8 تا بمب 250 پوند GBU-39. این بمب هایی که براتون تعریف کردیم همشون هدایت شوندن و میرن میخورن به همون هدفی که تعیین شده. سیستمی که با GPS از جهانی کار میکنه. این جنگنده در مواقع اضطراری میتونه تا حدود 2.5 تن بار اضطراری رو به سرعت جابجا کنه و با چتر بندازه تو مقصدش. این همه کارایی که این جنگنده داره برای اینه که پول خرجش شده. ارتش آمریکا برای هر F-22 رپتور 150 میلیون دلار میپردازه، در صورتی که F-35 که خیلی جدیدتر از F-22 زیر 100 میلیون دلار قیمتشه. تازه یه چیز جالبترش اینه که لاکهید مارتین نگهداری اینها رو هم به عهده داره که تا روزی که روز بازنشستگیشون فرا برسه ازشون نگهداری کنه و برای این نگهداری هر هواپیما 334 میلیون دلار خرج برمیداره که دولت آمریکا باید به لاکهید مارتین پرداخت کنه. اما این تمام خرجش نیست. هر ساعت پرواز F-22 65,000 دلار هزینه داره، چه پرسونل، چه سوخت، چه چیزای دیگه. خلاصش بگم که ارتش آمریکا 195 تا F-22 رپتور داره. تا حالا براشون بیشتر از 67 میلیارد دلار پول داده. اول قرار بود این هواپیما رو به کشورهای دیگه هم بفروشن، اما در سال 1997 کنگره آمریکا تصمیم گرفت که این هواپیما به هیچ کشور دیگه‌ای فروخته نشه. یکی از دلایلش میدونید چیه؟ فناوریه که در رادارگریزی این هواپیما به کار رفته. این فناوری باعث میشه که این هواپیما در رادار دشمنانه 40,000 برابر کوچکتر نشون بده. یعنی یک F-22 رپتور رو به اندازه یک پشه نشون بده. این تناسب یعنی این که در رادار دیده نمیشه. این هواپیما رکورد بهترین کارایی هم داره. تا به حال F-22 رپتور 108 تا هواپیما رو ساقط کردن بدون اینکه هیچ کدومشون صدمه ببینن. برای همینه که لقب کشنده ترین جنگنده دنیا رو هم بهش دادن. ارتش آمریکا از سال 2011 به بعد دیگه سفارش F-22 نداده و همون قبلی است که داره کار میکنه. خیلیا میگن حتما یک چیز خیلی خفن‌تر در حال ساخته، وگرنه از این سفارش میدادن دوباره.